السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، انشاءالله که امروز میخواهم برای شما بینندگان کورژیک آماده بسازم. شما بیننده برنامه ما باشید، نوارهای ما را برای یار و دوستاتان روان کنین. انشاءالله که شروع میکنیم. اول از ماست داریم، ماست جرغات 150 گرم جرغات داریم که ما ایرا در ظرف میگیریم. بسم الله شروع میکنیم. 150 گرم ماست که گرفتیم. بعد ماست، بعد از جرغات که انداختن، ولی چیکار میکنیم؟ 230 گرم شکر داریم. شکرم در ظرف میریزیم. نمیخیل حال اومیخته میکنیم اینها را تا که شکر ما آب شود. به همین ترتیب قطعی ایران میزنیم. حال بینندگان گرامی، شکرش که آب که شد، ما در اینجا 130 گرم مسکن داریم که این مسکن را من آب کردیم. ایران همراه میکنیم. بعد از مسکن ولی وانیلین داریم. 3 گرم وانیلین است. ایران همراه میکنیم. باز آمیخته میکنیم. خب بینندگان گرامی، یک دانه تخم مرغ است. این تخم مرغ هم بگیم که در داخل ظرف همراه میکنیم همراه دیگراش. این یک دانه تخم. باز به همین ترتیب قطعی را آمیخته میکنیم. اکنون نوبت به سودا رسیده است. اگر شما سودا که نداشتین میتونین که رزدخلیت هم استفاده کنین. من همراه سودا یک قاشق کلان غذاخوری آب لیمون دارم. اگر آب لیمون که نداشتین از اکسوز هم استفاده کنین به خاطر بوش. این همین خیل کمک میکوبیم و در داخل ظرف همراه میکنیم. این بینندگان گرامی همراه کردیم. باز آمیخته میکنیم. اکنون نوبت به آرد رسید. ما 550 گرم آرد داریم در اینجا. آردمون کم کم در همین خمیرمون اضافه میکنیم. اینه باز یک قسمی گشه. قسمی آخریش هم همه آردمون خلاص کردیم. باز دیگه ببینین که با این کمتر مشکل تر میشه. حالا ما از این قاشقای چوبی میگیریم استفاده میکنیم. اینا بینندگان گرامی، خمیر ما آماده شده است. خمیرمون اگر یخچال داشته باشین خلدنیک 10 دقیقه تا 15 دقیقه را بگذارین که یک دم بخوره. یک کمتر خودش شاختر کنه به خاطر که مسکن داره. شاختر شده بهتر است که آرد کم استفاده میکنین. تا چنده که در کورژیک ما اگر آرد کمتر استفاده شود اونقدر نرم میاد. اگر آردمون زیاد که باشه کورژیکمون سخت میشود. ولی را میگذاریم 15 دقیقه دم میخوره. بعد از 15 دقیقه خمیرمون میگیریم، تنک میکنیم. باز باقی ماندهش میبینید.
بینندگان گرامی، بعد از 10 دقیقه خمیرمون ما از خلدین گرفتیم. ولی چیکار میکنیم؟ کم مکک آرد، زیادی باید نه، کم مکک، این قدر بسنده است برای زیری همین خمیرمون. این قدر آرد بسنده است. ولی خمیره در اینجا میگیریم. نه بینندگان گرامی، خمیرمون به همین ترتیب قطعی تمام. ولی کتاد میکنیم، خمیره تنگ میکنیم. نه بینندگان گرامی، به همین ترتیب قطعی کتاد کردیم، تنگ کردیم خمیرمون. ببینید اینقدر غفص هم نباشد، تخمینا نیم سانتی متر، 1 سانتی متر هم نیست، کمتر. این حالا چیکار میکنیم؟ قالب کاژیک داریم، خمیر ما 14 دانه می شود. این همین ترتیب قطعی. بسم الله. این حالی لیست میگیریم. شما میتونید که اما ورقایی که به خود مخصوص چی هستن، پخت و پز هستن، میتونید از اونها بگذارین. اگر که نداشتینم، این فقط یک کم آرد در زیر همی بشپین که نچسبد. یعنی خلاص. نه ببینید بینندگان گرامی، یعنی 7 دانه اگر میشود تا پختن ایره باز ایره میگذاریم. یک 5 دقیقه دم میخوره. حرارت 210 درجه می باشد. 10-12 دقیقه پخته می شود. ولی ما قبل از پخته کردن چیکار میکنیم؟ در بالای ای اگر شیر داشتین میتونین شیر بشکین، یا که جراغات هم میتونین در بالاش بشکین، یا که تخم. ولی ما تخم میشکیم در بالای. این یک دونه تخم همراه سفیدش از فرق نمیکنه. زردیش هم تنها هم که بگیرین میشود، سفیدش هم یک جا باشد هم میشود، فرق نمیکنه. این تخم را که مولیدیم میبریم در دخوفکن میگذاریم، حرارت 210 درجه پخته میشود. بینندگان گرامی، اینا ببینن که ما کاژیکمون از داخلی دخوفکن میگیریم. در مدت 10 دقیقه این از ما سرخ شده است. وابسته به دخوفکای که شما هم دارد، از 10 تا 12 دقیقه پخته میشه. ما باقی مانده خمیرمون به همین ترتیب قطعی میپزیم. ببینید که هنوز گرم است. این از زیرش هم نسوخته است. به همون خاطر گفتم که اگر آرد کی بکنین نمیچسبد زیر کاژیک شما. اگر کاغذ داشتین باز بهتر، از کاغذهایی که مخصوصی همین کیک پزی ها هستند. بینندگان گرامی، این همین کاژیکی که برای شما طرز آماده کردنش نشان داده بودیم. این همین ها هستند. 15 دانه شد. اگر کسانی که از قالبی که نداشتین میتونید که از پیاله استفاده کنین هم میشود. این یک شمن میشکنم. بسم الله. داخلش نشان بدیم برای شما بینندگان. این داخلش چقدر نرم است، ببینید. این تماشاگران گرامی، نوارهای ما را به یار و دوستاتون روان کنین. آبونه شدن فراموش نکنین. انشاءالله که کوشش میکنیم که باز در نوارهای بعدی برای شما با دیگه نمود شیرینی ها را آماده کردنش نشان بدهیم. الله یار و مددگاری همه ما و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.